دوستان عزیز اینجا داخل موزه دین زردشتی آتش پرستی این ظرفایی که در آن زمانها استفاده می شدن. من این کتاب خانم این کتاب چی است؟ این کتاب اوستا کتاب زرتشتی کتاب اوستا. بله. البته کتاب و همون اوستا دستخط قدیم هم هست. دستخط قدیم کتاب اوستا. برای این ظرف‌های میسین که آدم‌ها استفاده می‌کردن در دورهای پیش. دنیا گذران هر یک عصر جای خودش دارد. ترقیات من ترازهای بینید چقدر ترازهای کلانتر بودگی در اینجا. من این اسباب‌های شکاری، ماهیداری، چاینیک، ظرف‌های میز. ما به این طرف نگاه میکنیم با دیگ‌هایی که خوراک میپختن. آفتابو این چیزهایی که امروز در بین خلق استفاده میشد، سماورهای کلان برای مردم زیادتر. من اینجا جای عکس گیری، اگر کسی عکس گرفتنی باشد داخل همینجا همین چیزا هست. من این یک ابزار شناسایی با موزه. کسی که اگر کرمان با اومد حتما اینجاها تماشا کند. من چراغ‌های دوره پیش از کدام چراغ‌ها استفاده می‌بردن، لامپ‌ها که ما هم اینا استفاده می‌بردیم. من این قلف‌های گوناگون در هوا برای آویختن. من اینجا هم کتاب‌ها، یه سری مواد غذایی مثل سمنوه. این سمنو، نون، خوشباره. اونم نونه. اینم نونه. اینا برکت سفره است دیگه. تو آیین زردشتی سمنو، نون اینا برکت‌های سفره است. کندور مثلا اسفند. اسفند. اونم کتاب اوستا خورده اوستا. ایرانی‌ها رسمی دارن اسفند رو میریزن رو آتیش برای دور کردن شر و بدی. یه گیاهی به اسم اسفنده. ما هزار اسپند میگویم، هزار اسپند با هزار درد دوا. آره آفرین. ما رو آتیش میریزیم. آتش میریزیم، آتش میکنیم، اون همه دیو و اجنه چیزا دور. آره انرژی‌های بد رو دور میکنه. بله. اینم که سفره هفسین ایرانی هاست. شما هم دارید. سفره هفسین. بله. اینجا آقای دکتر آیناش نوشته، نگاه کنید، آیین ازدواج، آیین گواهگیری، که اینجا توی این آیین این سفره‌ای هسته که برای ازدواج میچینن. این قند تخم مرغ میذارن، آیین شمدون میذارن. رسم ایرانی هست. تشکر. حالا ما قسما اینجا تماشا کردیم. حاضر فکرم دویم قبض رو میبریم. من اینجا لباس های این کتاب اوستا هست. این کتاب بله کهن‌ترین یعنی قدیمی ترین آثاری که در مجموعه موزه ماست. کتاب یک بخش از کتاب اوستاست، با خط دین دبیره نوشته شده، دست نویسه و حدود 150 تا 200 سال هم این کتاب قدمت داره. این هم ظروف و وسایلی است که در ادوار گذشته استفاده می شده. مهمترین قسمت این پوشش بانوانه که اینجا داره نشون میده که در فرهنگ ما زن و مرد هر دو باید پوشش داشته باشن. زن باید پوششی داشته باشه که به وقار و شخصیت زن بیافزاید، نه اینکه بکار. زن تو پوشش راحت باشه نه اسیر. قسمت‌های مختلفی داره، از بالا ولی الوان یا رنگارنگ باشه این پوشش. لچک مو را میپوشونده، پایه بوده برای مکنا پارچه بلندی است که جلو و پشت سر زن را میپوشونده که مقنعه امروزی مخفف مکناست. پرهن، دامن
و شوال که شده شلوار امروزی. این یه پوشش کاملیه که بانوان ما داشتن در ادوار مختلف هم و به قول معروف این پوشش مونده و سن‌هایی هم که بانوان داشتن اون رنگ در اون سن هم یه تأثیری داشته. هرچی سن بالاتر میرفته رنگ کدرتر میشه. اینجا ماشین جاموشوی چیز دستدوزی است. این چرخ خیاطیه. فقط این 3 قسمت حالا آقای دکتر هم بیان، آقای دکتر بختیار اینجا توضیح میدم این در رابطه با این شخصیت و یاد بوده آقای دکتر شما تشریف بیارید. ارباب کیخسرو شاهروخ کرمانیه. ایشون چندین دوره نماینده ما زرتشتیان بودن در مجلس شورای ملی. کسی که قبر فردوسی را بازسازی میکنه پیدا میکنه ایشون بوده. کتابخانه ملی در مجلس ایشون نقش بسزایی داشته. در زمانی که قحطی میاد همینجور ارباب کیخسرو شاهروخ کرمانی چندین دوره هم رئیس انجمن تهران بوده و کارهای بسیار عالی انجام داده. مانکچی لینچی هوشنگ هاتوریا اینجا نوشته. این شخص ما میبینیم که در ادوار گذشته ما متاسفانه در زمان صفویه و قاجار از ما جزیه میگرفتن و یه تعداد زرتشتی ها میبینیم که به هندوستان رفتن شدن پارسیان هند. گلستان بانو یک بانوی شیرزنی باشه که چون اوضاع اجتماعی ما زرتشتیان در اون زمان خوب نبود ایشون انجمنی تشکیل میده و نماینده اون انجمن مانکچی را به ایران میفرسته. مانکچی میاد تعداد زرتشتی ها را سرشماری میکنه. ما جزیه میدادیم با حاکم با پادشاه صحبت میکنه. جزیه زرتشتی ها را یک جا خودش میده و یا سال به سال پرداخت میکرده که دیگه مأمور حکومتی نیاد بگیره و سبب میشه که زرتشتی ها درس خوندن، تعلیم، تربیت و یه آزادی های پیدا کنند و دخمه هایی هم میسازن. ایشون نقش بسزایی در ماندگاری ما جامعه زرتشتیان داشته. مانکچی لینچی هوشنگ هاتوریا.